عیدی رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. همه شما را به مناسبت فرارسی عید سعید فطر، عید رهایی از گناه ها تبریک و تهنیت گفته از درگاه خداوند تنصیحتی، سربلندی و خوشی های زندگی را تمنا دارم. اینچنین تمنای آن را دارم که با قدوم مبارک این عید چه آرزوهای نیک دارد جامعه عمل پوشند و همیشه سربلند و نیکنام بمانید و دعا میکنیم که پروردگار همه ما را مغفرت، رهایی از آتش آخرت و وعده هایی که در این ماه مبارک کرده است با نصیب گرداند و عبادت های ما را به درگاه خویش مقبول گرداند. خدایا را مددگارمان باد. عید رمضان مبارک باشد. عید رمضان بر هر مسلمان تبریک. روشندلی ها و ختم قرآن تبریک. عیدگردکی طفلکان و درهای کشاد، خرسندی مردم مسلمانان تبریک.